من عبدوغفورزода Маҳваш خواننده صنف دوم لیسه دولتی آریانا شهر باختر می باشم. سراول منتدار خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مولی رحمان میرسانم که برای ما نورسان جوانان چنین آزمون‌های با نفوذ را تشکیل کردند. ما امروز امکانیت داریم که در این آزمون اشتراک کرده دانش خود را معرفی سازیم. کتاب بهترین گوهر و گنجینه، انیسی کنج تنهایی، رفشانی در ظلمات، کشتی در بحر و لاچین در سمای آرمان هاست. مادر نیست ولی از مادر زیادتر در تربیه‌مان سهم دارد. معلم نیست ولی دهچند معلم ما را می آموزانند. آب نیست ولی پیوسته تشنگانی دیاری معنی را سیراب می سازد. گل نیست ولی با نکهت و عطر سخنی نابش روح و جانمان را فرح می بخشد. چون خطاب این قدر یار و مددگار باشد، پس همگان را ضرور است که رو به این گنج مقدس بیارند. کتاب را دوست دارند و بهر خویش عزیز دارند. چون بزرگ فرموده است بهترین یاری وفادار کتاب است. کتاب یاری به منت و آزار کتاب است. کتاب. من از روی نمینه خواندن و ازبر کردن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک اشتراک می‌ورزم. موافق نظامنامه آزمون 101 غزل، 131 رباعی و 2 بیت ها، 157 بیت داستان و مثنوی ها، 103 بیت قصیده و 131 بیت دیگر نوهای شعری را از یاد کردم. از آثار نثری باشد گلستان سعدی شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی، رساله دلکشای عبید زکانی، کلیل و دیمنه یا انوار سهیلی حسین وازی کاشفی. و از نثریاتی باشد کارنامه اردشیر بابکان، 4 درویش، درخت اسوری و یادگار زیران را مطالعه کردم.